12 مای در دوره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین دایر گردید. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپین ضمن مذاکرات در قالب وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی جانب‌ها و در قالب محدود که در فضای همدیگر فهمی پررا و اعتماد عمیق دایر گردیدند، دایره وسیع مسائل همکاری دو کشور را در قالب‌های دو جانبه و بسیار جانبه بررسی نمودند. رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را دوستی عزیز خود نامیده به نقش شخصی پیشوای ملت در تحکیم اساسهای دولتداری و رشد و نموی تاجیکستان بهای بلند دادند. دوستی عزیزم، واخوری امروزه ما در وجود من احساسات خیلی گرم را بیدار میکند. این سال 35مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان جشن گرفته می شود. تحت راهبری شما تاجیکستان در بنیاد دولتداری و دستاوردهای نظررس نائل گردید که این به ما شادمانی صمیمی می بخشد. همچون شخصی که شریکی استراتژی همه‌جانبه چین و تاجیکستان را در دوره نو پیشبری کرده است، امروز به شما عنوان پروفسوری فخری دانشگاه پکین داده شد. این احترام و دوستی عمیق را که مردم چین نسبت به شما و تمام ملت تاجیک دارند انعکاس می‌کند. در شرایط ناآرامی‌های بین المللی جهان معاصر از ثبات دور است، اما نوابسته از تغییرات در محیط بیرونه چین و تاجیکستان همسایه‌های خوب، دوستان نزدیک و شریکان با اعتماد باقی میمانند و در روحیه کمک متقابله، اعتماد به همدیگر و رشد مشترک باقی میمانند. جناب پرزیدنت، من آماده‌ام با شما همکاری کنم تا جامعه باز هم متحدتری سرنوشت مشترک را بین تاجیکستان و چین به منفعت مردمان هر دو کشور تقویت دهیم. همکاری کشورهای ما در رویه شریکی همه‌جانبه استراتژی گسترش می‌یابد. روند مذکور جایگاه منفعت‌های مردمان ما میباشد. ما امروز بسته سندهای نو را به امضا می‌رسانیم که جنبه‌های مهم همکاری دو کشور را فرا می‌گیرد. در این زمینه می‌خواهم بر اهمیت امضای عهدنامه درباره همجواری نیک ابدی، دوستی و همکاری بخصوص تاکید نمایم. این سند همچون آغاز مرحله نوی تاریخی در مناسبت‌های دوستانه و همکاری سودمندی دو کشور ارزیابی می‌گردد. همزمان مبادله مفصل افکار اوید به مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی صورت گرفت. در ملاقات پرزیدنت کشور ما از رئیس جمهوری مردمی چین برای دعوت جهت انجام سفر دولتی پذیرایی گرم و مهمان نوازی عنعنوی اظهار سپاس کردند. با اظهار قناعتمندی تاکید گردید که رابطه های اقتصادی کشورهای ما در ساحه های تجارت، همکاری، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژتیکا، بخش اگراری و دیگر سمت‌های مورد توجه مشترک پیگیرانه رشد می‌یابند. در این زمینه افزایش بیمیلان نشانده‌های گردش مال و حجم سرمایه‌گذاری جانب چین به اقتصاد تاجیکستان مورد یادآوری قرار گرفت. قابل ذکر است که چین از روی این نشانده‌ها میان شریکان اقتصادی خارجی کشور ما مقام پیشرفت را اشغال می‌نماید و حالا در قلمرو تاجیکستان بیش از 700 شرکت با اشتراک سرمایه جانب چین عمل می‌کند. رهبر دولت ما از جریان همکاری با جمهوری مردمی چین و دستگیری حکومت آن در تطبیق لایحه‌های مهم زیرساختاری از جمله
ساختمان شاهراه‌های دارای اهمیت استراتژی اظهار قناعتمندی نمودند. در جریان ملاقات همچنین دورنمای تحکیم همکاری در ساحه‌های صنعت، انرژتیک، اقتصاد سبز، رقمی کنانی، تکنولوژی‌های معاصر و جاری نمودن ذهن صنعی مورد بررسی قرار گرفتند. رشد همکاری در ساحه انرژتیک به خصوص در بخش‌های گیدر انرژتیک و نیروی آفتابی همچنین در مجموعه اگروصنعتی مهم دانسته شد. در این زمینه سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان علاقمندی تاجیکستان را به اشتراک شرکت‌های چین در تأسیس پارک‌های صنعتی و تکنولوژی کشاورزی تاکید داشتند. در رفت مذاکرات اینچنین مسائل توسعه رابطه‌ها در ساحه‌های سیاحی و مبادله بین مردمی محاکمه شدند. تاکید گردید که راه‌اندازی پروازهای منتظم در مسیر دوشنبه سیان زمینه مساعد برای تحکیم رابطه‌های دوجانبه در سمت‌های مذکور فراهم می‌آورد. در رابطه با دیگر جنبه‌ها مناسبت‌های فرهنگی و گومانیتری دو کشور، پیشوای ملت از اهمیت مبادله‌های فرهنگی و تحصیلاتی یادآور شدند. با مسائل همکاری در ساحه‌های علم و معارف توجه علاهیده ظاهر کرده شد. وابسته به این هوسمندی تاجیکستان به زیاد کردن شماره بورسیه‌های تعلیمی چین برای جوانان تاجیک از روی اختصاص‌های علم‌های دقیق، مهندسی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی ابراز گردید. با فعالیت مرکزهای کنفوسی جهت تعلیم زبان چینی و معرفی فرهنگ چین در تاجیکستان بهای بلند داده شد. جانب‌ها همکاری نزدیک خود را در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی به خصوص در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و مکانیزم آسیای مرکزی چین تاکید کرده تحکیم همکاری و هماهنگی‌ها را در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، تندگرایی و جنایتکاری کیبری، گردش غیرقانونی همه نوع‌های مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی مهم دانستند. ضمن محاکمه مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی توجه به وضع خطرزا اطراف ایران و قضیه افغانستان داده شد. محترم امامعلی رحمان باز هم تاکید داشتند که تاجیکستان جانبدار استوار حل همه نزاع‌ها و اختلافات توسط راه‌های صلح‌آمیز با استفاده از وسیله‌های سیاسی و دیپلماتی میباشد. در رابطه با این اهمیت تشبث رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پینگ اوید به اداره گلوبالی توسط تشکل نظام عادلانه بین المللی، همچنین پیشنهاد جناب چین درباره تأسیس سازمان میانجیگری بین المللی تاکید گردید. در فرجام مذاکرات بین دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پینگ را جهت بازدید از تاجیکستان با سفر جوابی دعوت نمودند. از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین 31 سند نوی همکاری به امضا رسید. رهبران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم سی جین پینگ زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همه‌جانبه و شراکت استراتژی در دوران نو و عهدنامه اوید به همجواری نیکو ابدی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند. طور ذکر گردید شعار اساسی این سند چنین است: دوستی ابداً، دشمنی هیچگاه. سندهای دیگر امضا شده اینهایند: پروتکل درباره همکاری میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین برای سالهای 2027-2028 و یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب کمونیستی چین برای سالهای
2028. یادداشت تفاهم اوید به تأسیس مرکز مشترک همکاری در تطبیق ذهن صنعی چین تاجیکستان و نامه‌های تبادلی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین اوید به لایحه رسانیدن کمک تکنیکی. یادداشت تفاهم اوید به گسترش همکاری علمی و اینواسیونی تکنولوژی در ساحه ذهن صنعی و یادداشت تفاهم درباره تحکیم همکاری در اساس اعتماد رقمی در ساحه تجارت. نقشه چهاربینی‌ها اوید به همکاری در ساحه معدن‌های سبز برای سال‌های 2026-2028 و یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه اداره کنی مالیه دولتی. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه صادرات و یادداشت تفاهم اوید به تطبیق مشترک نقشه همکاری در ساحه رشد ذخیره‌های انسانی برای سال‌های 2026. نامه‌های تبادلی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین اوید به لایحه گذرانیدن اساسناکنی تکنیکی و اقتصادی، تجدید انفراستراکچور گذرگاه سرحدی کلمه و خریطه‌های راه اوید به همکاری علمی و تکنیکی در ساحه مترولوژی برای سال‌های 2026-2031 و سازشنامه درباره تأسیس شورای کاری. در رفت سفر دولتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین همچنین 15 سند دیگر همکاری در ساحه‌های اجرا، تبادل بشردوستانه، ساختمان، صادرات و واردات گوشت پرنده، صادرات میوه‌های تر و تازه به چین، اطلاعات، معارف و فرهنگ به امضا رسید.